مامان یادش بخیر. چی شد بابای من خواستگارید؟ والا موقعی که بابات اومد خواستگاری من، بابات یکی اون همه خواستگارا بود. اصلا بابات بین خواستگارا گم شده بود. من روزانه 20 تا خواستگار داشتم میومدن خونه ما. این برام اسکا مترو بود برام خود. قد دلبر و سر به زیر با وقار بودم، همه محل عاشقم شده بودم. بس خانوم بودم. اینو دیگه خودت میگفتی تو محل همه پسرا کتک کاری میکردی، تازه بهت میگفتن نیلو سکسیبیل. من گفتم فکر نکنم. نبی محلا قدم کوتاهت زیر چشام گل افتاده چشام قهوه‌ایه. ما اون موقع یلی بودم، ما اون موقع 2 متر بودم، پوست صورتم برق میزد، سفید بلوری بودم، صورتی سفید بودم، خوشگل بودم، صورتم برق میافتاد، با آفتاب جنگ میکردم، موهام میبافتم کلافتی موهام شد اقا کلافتی موهام میشد. من اون موقع میگفتم من ترکیب مکدونالد و مری مولا بودم. خیلی خوشگل بودم. مکدونالدم مدونا دماغش اینقدره. شما که دماغ تو اینقدره، تازه بابا میگه اینقدر بوده قبلا. کثافت اشغال. اولا بابا زر زیاد میزنه، یه بار دیگه حرفا بزنه استجاب پاهت میکنم. این یک. مدونا خودش رفته پیش دکتر آرزو خان سارنیا، دماغشو به سبک وی عمل کرده. کجای کاری؟ منم اگه میرفتم الان عمل میکردم الان خیلی خوشگل‌تر بودم. دکتر، مهندس، خلبان، ملوان، این تخصص، اون متخصص هوش مصنوعی، متخصص هوش طبیعی، متخصص زنده، متخصص مرده. یعنی همه‌شو عاشق من بودن. همه‌شون اومده بودن خواستگاری من. همه‌شون منو می‌خواستن. همین دکتر آرزو خان ساری هست، متخصص گوش حلقه بینی. داداشش یعنی میمرد برام، عاشق من با 8 بار اومده بود خواستگاری من، ولی من چی قبول نکردم. چرا؟ چون عشق بابات کورم کرده بود. ولی تو دفتر خاطرات نوشته بودی فقط یه دونه خواستگار داشت، اونم ساقی مواد بود، سر چهارم بساط میکرد. درس بوده برای. از کجا فهمیدی اینا رو؟ تا اینا از کجا فهمیدی؟ ولی اون لحظه آشنایی من و بابات خیلی رمانتیک بود. داشت بارون میومد و کف زمین خیس بود و نم میزم. هیچ چترمو در بردم، رفتم زیر چترم، از زیر چتر از پشت چادر نگاش کردم. دلبر. خب با اون میون نگام که یه دل 100 دل عاشقم شد. ولی بابا که بعد از اون دعوا که با نانچیکو سرشو شکوندی عاشقت شد. بابات زر موف زیاد میزنه، تو هی همینا تکرار کن. هوشنگ به قرآن نسبت میکنم، به اول فرد خدا نجاتت بده.